تا لحظات دیگر مراسم ویژه کیک زرد. آی نظام اسلامی گفتید کیک زرد، یهو یاد هیکلتون افتادم. خواستم بگم هیکلتون یاد باشگاه افتادم. از اونجایی هم که جمهوری اسلامی به باشگاه هسته‌ای پیوسته، درا رو بسته، تو کوچه بمب بسته و خلاصه دسته به دسته رو مبل نشسته، تو چرا باشگاه نرفتی؟ زردالو. اجازه بدید به سالن برگردیم. بله برگردیم به سالن، همتش هم چک کنیم ببینیم چقدر بلنده. سلام علیکم. عرضم خدمتتون که من گزارشگر بسیجی علی قلملم. یعنی اسمال نیستم، علی قلمل، زیر پل یادگار امامم میخوام. اونجا که آقا محمود گفته هر بسیجی خودش میتونه یه بمب اتم باشه، ما هم صبح رفتیم ناشتا دی ان ای اون رو آزمایش کنیم ببینیم خلاصه ما هم جزو این باشگاه هسته‌ای هستیم یا نه. اینم که میبینی رد پای استکبار جهانیه که مونده. حالا باید بریم. ناکس آزمایش ما رو کجا میبری؟ بعد بیار آزمایش ما رو. آزمایش دی ان ای ما رو کف زدن. اصلا میام خدمتتون. با عزتون آزمایش ما رو کجا میبری؟ آیدون دیگه ما خودمون دوزه نگه شادوزه وایسا نیا کن مشکلی نیست اینجا یخین بابا رو بگیره ساممون وایسا نفسم کنه آزمایش ما رو برده بیاد بابا آزمایش دی ان ای ما نمیخوام برم اونجا دوباره ضعف کنم سر صبح ناشته بودم کشته من حال ندارم بر دی ان ای ما رو کجا برده بیاد احمد ششن احمد دیار حالا احمد ششن بابا آزمایش ما رو انقدر نرقصونیم وسط بابا خلاصه ما این شانس رو نداشتیم ببینیم هگزوفلوراید خونمون میچسبونه یا نمیچسبونه. اصلا ایزوتوپمون چنده؟ این شانس ها که نداشتیم. اب نره آزمایش دی ان ای ما رو میخوام ببرن سر قبر امام راحل. خیال نیست اما ما که سواکری نفتم من و محمود تو خونمونه میدونی تو خونمونه ایزوتوپ میزنه 300 تا آره اکسوفلوراید میچسبونه آره اینجوریه بسیجی اتمی که میگن اینه ما جزء باشگاهیم دیگه اینور میزنه نتنز اینور میزنه عراق آره اینجوریه. صبحم که ناشتا بودم تازه این ناشتا نبودم ببین چی میشد. الان میرم یه خوره کیک زرد با آب سنگین داغ بزنم خیلی میچسبه. دعوت می‌کنم از معاون محترم ریاست جمهوری و رئیس محترم سازمان انرژی اتمی برای ارائه سخنرانی. خیلی متشکرم. اجازه بدید سخنرانیمو با یک بیت شعر به مناسبت روز هسته‌ای آغاز کنم. به قول شاعر مرحوم که می‌فرماید اشته بودم برگد گسیم بردا دکته بدم بین درا تشته بدم بوم برک دشته برا دسته بودم بشته بودم روا دشته بودا بد بوم 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 بندر بی آتش ما دنی هسته ما خیلی متشکرم. و اما اعلام برنامه‌های روز جشن فناوری هسته‌ای. من برنامه رو خدمتتون اعلام میکنم که میفهمن بشه تابید امشب و هر شب در کافه ولایت برنامه‌های جشن هسته‌ای خشم عظما و محمود پررو چه کسی توسلی والانس را کشت مزرعی چاپارل تقدیم میکنند با حضور ستاره خارق العاده و معجزه تمام تئاترهای خاورمیانه محمود تیتراکسیون. این شما و این خواننده محبوب نسل جوان جواد خالدار به همراه گروه قمر خانومینا تشویقشون کنید. خیلی متشکرم. انتاری نژادی سید علی معتادی آن صداقتی این چیه شما دارین میخونیم؟ بابا یه چیز دیگه نوشته بابا.
چون برکشیدی تیغ هسته‌ای صلح‌آمیزش رو خالی بسته‌ای هر کی برای خوش داری منم برای خودم میکنم هر کی ساز خودشو میزنه دیگه اینجا دیگه جشن دیگه چی میگه زبون نداری تخ کفتر بخور خب نکنیم بابا و حالا نوبت به یک قطعه غیر و غمبیل تو زنبیل تو برداره بیار که توسط گروه رقص باله با تمایه‌هایی از بابا کرم خودمون از وزارت اطلاعات و بر اساس موزیکی از برادر نیروی انتظامی اجرا شده است. جانی دارل تقدیم می‌کند بشتابید بشتابید جشن هسته‌ایه. آقا پفک هسته‌ای پفک هسته‌ای محصول جدید دانشمندانه بود. آقا عمود میدونی اگه این یارو بغلت نشسته فیروزآبادی بغلت نشسته این هیولا اگه به ترکید جشن هسته‌ایمون چه افتضاحی میشه؟ چی رو حلش میکنم ما با تو هم گرفتی ما رو این یارو با هیکل گندش تو دریا هم حل نمیشه و تو میخوای مثل توپلی مقام معظم تو نلوکی حلش کنی؟ اش کن بابا این طرفم نون نداره بخوره جشن هسته‌ای گرفته اشتهاش باشه قیافه 6 در 4ش بابا ما یه ثانیه چرت زدیم فانوس ما رو هوا زدیم بیمارم ما الان ما چی دستمون بگیریم جماعت عملی ها رو نگاه کن چی رو داری نگاه میکنی تو بابا فانوس 1000 سال پیش اختراع شده بابا دنبال چی میگردین شما جماعت سرگرون اینجا یه دونه بیشتر نیست اونم ته سالونه بیابون هم که نیست اینجوری فانوس گرفتین دستتون که چراغ داره این جنگولک بازی چی رو در میارن خب میخوای برقصی آقا شتر سواری که دلا نمیشه که میگی بیا 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 نخواستی مایکل جکسونی موج برات بیا برو خب گزارش زرد همکارم سنظام رو دیدیم و شنیدیم حالا با همدیگه میپریم وسط احساسات امت همیشه در صحنه ببینیم اونایی که کیک زرد زیر دندوناشون مزه کرده کجای دندوناشونه همکار گرامی دهنتو واکن یه لحظه واقعا احساس غرور کردم ولی من داشت بزرگی همین هستم منم یه لحظه احساس غرور داشتم ولی فقط یه لحظه بود اونم نیم بند چون بعدش بدبختی و فلاکت‌ها افتاد لاریجانی آواره تو این کشور اون کشور داره میچرخه عرضم خدمتتون که از این ور این حداد عادل پنچر شده افتاده وسط مجلس از اون ورم که این رفسنجانی که دونسوز شده ته انتخابات مونده خامنه‌ای هم که عملش رفته بالا احمدی نژاد هم که پاشو گذاشته رو گاز همینجوری داره میده همه رو داره میده دم گاز کی باشه ماشین این نظام یا تاقام بزنه بردارن ببرن گاراژ این عید رو به همه بسیجیان تبریک عرض میکنم حالا من یه بسیجی هستم تو همین سایت لویزان محافظت میکنم ولی خودم وقتی این لحظه خبرش شنیدم خودم تو تصورات خودم فکر میکردم این لحظه که آقا محمود برمی‌داره این کیک زرد و برمی‌داره یه لقمه برمی‌داره میذاره چون دهن بدی فقی اونور خلاصه این فیلم‌های کمدی کلاسیک کیکو بلند میکنه سمت استکبار جهانی یا پچیو آره بعد میکنه سمت استکبار جهانی اما میکشه کنار اونور این فیلم‌های کمدی کلاسیک استکبار جهانی میکشه کنار میره واسه یاوهگویان شرق و غرب میکشن کنار این فیلم‌های کمدی کلاسیک برمیگردن اینو الا کلنگی اینجوری برمیگردن تو صورت ولی فقیه کیک زرده که میاد تو صورت ولی فقیه رو ریشاش و دیگه خلاصه همینجوری عین فیلم‌های کمدی کلاسیک خلاصه عرضم به خدمتتون که بیشتر این تصورات تو ذهنم